هممون میریم، ازمون فقط یه داستان باقی میمونه. از چرا اونجوری زندگی نمی کنی که دلت میخواد؟ چرا اونجوری زندگی نمی کنی که ازت خوب یاد بشه؟ میترسی از تفاوت، میترسی از این که قضاوت بشی، میترسی تو نمیتونی بقیه رو تغییر بدی به اون چیزی که دلت میخواد. پس خودتو تغییر بده به اون چیزی که میخوای. خودتو درگیر قوانین و حرفا نکن، به جایی نمیرسی، ته سرگردونیه. تو دنیا درست و غلطی وجود نداره. تو اومدی که هدفتو انتخاب کنی و بری به سمتش. اون راه برای تو درسته. دنبال چی؟ دنبال اینی کی دستتو بگیره؟ کی زخماتو ببنده؟ داری کیو سرزنش میکنی؟ اگه جوابی که بمیدی کسی جز خودت باختی، فقط یه آدمی که از ترس تو نق زدناش قوطه وره، گیجی، منگی، نمیدونی چرا اینجایی، با کلی سوال که دنبال یه جواب مطلق میگرده که تو رو آرومت کنه، تو رو قانعت کنه که دنیا جای امنی برای زندگی کردنه. ولی اون جواب با واقعیت جور نیست. دنیا مبهمه و ذهنت از این کلک استفاده میکنه که تو رو دنبال خودش بکشونه، تو رو تو نقطه امنت نگه داره، گول کلکای ذهنتو نخوره. بیا از کلت بیرون. سخته ولی میتونی. اینو بپذیر. تو داری توی دنیایی زندگی میکنی که قرار جواب کلی از سوالای ذهنتو ندی. تو فقط اومدی انتخاب کنی و بری به سمتش. از چی میترسی؟ ترسی که وجود نداره، ترسی که فقط تو ذهن خودت ساختی و با تکرارش کاری کردی تو رو از خواسته ها دور کنه. همه چی نگاهته، همه چی تو سرته. تو اونجوری زندگی میکنی که روش تمرکز میکنی. اگه تو بخوای بدترین اتفاقا هم نمیتونن زمینت بزنن، چون تصمیم گرفتی تو همه چی خوب ببینی. اون وقتی که تو هر نبردی پیروز تویی، درداتو دوست داری، چون نگاه برنده است، نگاه سازنده است. برو بهتریناشو بساز. میتونی تکرار کن. من میخوام. من میتونم. من باید بتونم.